السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم استاد، السلام. سوال ما چنین است که همیشه اکثر شخصان 3 جمله 4 جمله صحبت میکنن، بسیار قسم میخورن، بیهوده بهوده قسم خوردن میگن. یک آموختگاری است خیلی که در ملت خودمون همین قسم بسیار خوردن آیا در ایمان یگام ضرری دارد یا نه؟ الله تعالی میگوید که احفظوا ایمانکم، قسمهای خود را محافظت کنید. یعنی قسم وقتی که قسم میخورید باید راست باشد و در موقعش باشد. بله قسم خوردن مشروع هست، امر شریعت هست. الله تعالی سوگند یاد کرده است، پیامبر صلی الله علیه و سلم سوگند یاد کردند، لیکن نه اینکه به هر یک سخنی راست و دروغ شما نام الله تعالی را آمیخته و آلوده کنید و قسم به نام الله تعالی خورید و دروغگو باشید. بله قسم خوردن زیاد این صفت خوب نیست.